نماینده دوستانی کل تاجیکستان در ملاقات با نمایندگان جمعیت‌های تاجیکان بیش از 50 منطقه روسیه در شهر مسکو گفت سید مراد دلشودوف ملقب به دلشود اسبه و دلشود کراسافچک متهم اساسی در پرونده رب بودن و قتل معاون یکم رهبر اوریون بانک شورت اسمتولویف در قلمرو روسیه پنهان شده است. تفتیشات برای آنهایی که درباره مکان و بود و باش دلشود سید مرادوف معلومات میدهند مکافات پولی تعیین کرده از سازمان‌های تاجیکان در روسیه برای کمک به بازداشت او کمک خواسته است. شورای جمعیت نزد سفارت تاجیکستان در روسیه روز 13 سپتامبر سال 2023 در صحیفه‌اش در شبکه فکنتاک خبر داد که در تالار مجلسگاه سفارت تاجیکستان در شهر مسکو ملاقات نمایندگان دوستان کل تاجیکستان با نمایندگان این شورا و رهبران سازمان‌های تاجیکان بیش از 50 منطقه روسیه پیرامون پرونده کشتار معاون یکم رهبر اوریون بانک برگزار گردید. در اطلاع شورای جمعیتی گفته می شود ضمن ملاقات نماینده پروکراتور ژنرالی جمهوری تاجیکستان ابراز نمود که یکی از جنایتکاران اعضای گروه متشکل جنایتی در کشتار معاون یکم رهبر اوریون بانک سید مرادوف دلشود حسینوویچ عین حال در قلمرو فدراسیون روسیه قرار داشته برای دستگیر و به مقامات دخلدار دولتی تسلیم نمودن جنایتکار رهبران تشکیلات‌های جمعیتی تاجیکان را به همکاری دعوت نمود. رهبران تشکیلات‌های جمعیتی تاجیکان به طور حضوری و آنلاین با رسم‌های جنایتکاران آشکار گردیده همکاری خود را با مقامات‌های حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان مخصوصاً پروکراتور ژنرالی جمهوری تاجیکستان برای خبر دادن اوید به موقع جایگیرشوی و جمع‌آوری دیگر معلومات نسبت به جنایتکار مخصوصاً خفناک ابراز آمادگی خود را داشتند. نماینده پروکراتور ژنرالی تاکید نمود که هر نفری که به ما وابسته به بود و باش جنایتکار اطلاع می‌دهد با مکافات پولی قدردانی کرده می شود. حجم مکافات پولی گفته نشده است ولی از آنهایی که درباره مکان بود و باش دلشود سید مرادوف معلوماتی دارند خواسته شده است که با این رقم تلفن تماس بگیرند 7 925 908 6339. بنا به فرضیه تفتیشات 5 نفر از آدمربایان دلشود سید مرادوف، اکبر احمدوف، رستم اشوروف، شاروخ خوجایف و بختاور سفروف بعد چند روز تعقیب معاون اول رئیس اوریون بانک شام 23 ایون سال 2023 شورت اسمتولویف را از نزد منزلش در مرکز شهر دوشنبه به ماشین بار کرده به یک منزل از قبل اجاره گرفته شده در دهه شاداب جماعت چهارباغ نویه ورزاب بردند. اسمتولویف ساعت 3 صبح 24 ایون بعد 7 ساعت شکنجهش دیگر به این همه عذاب و عقوبت تاب نآورده جان داده است. آدمربایان جسد او را همراه ماشین به دریای زرافشان پرتافته فرار کردند. جسد اسمتولویف را بعد 50 روز جستجو روز 12 آگوست از موضع سرزم پنجکند در نزدیکی مرز با ازبکستان پیدا کرده روز 3 آگوست به خاک سپاریدند.